امروز در خدمت یکی از مراجعین RTMS مون هستیم. میخواستم خواهش کنم اگه میشه بفرمایید که مشکلتون چی بود و چندمین جلسه هستش که اومدین و رضایتتون هم اگر میشه بگید. با عرض سلام، من مشکلم افسردگی و اضطراب بود، به طوری که نزدیک 3 ماه من شاغل هستم. اصلا نمیتونستم برم سر کار. بعد تو کل روز تماما گریه میکردم، فکر خودکشی داشتم. بعد اصلا از جام نمیتونستم بلند شم، هیچ فعالیتی رو نمیتونستم انجام بدم. بعد من قبلا تجربه RTMS توی این مرکز رو داشتم که هنوز افسردگی به این شدت حاد نشده بود. 10 جلسه اومدم و کاملا بودم، برگشت خیلی خوب شدم و متاسفانه جلساتی که برای شارژ باید دوباره میمدم نیومدم. الان 18مین جلسمه و تغییراتم بسیار بسیار محسوسه. یعنی اطرافیانم که منو میبینم باورشون نمیشه که من همونیم که 18 جلسه پیش با اون حال بعدم مراجعه کردم اینجا و بسیار بسیار راضیم. و واقعا از کسایی که درگیر بیماری افسردگی استرس هستن خواهش میکنم که مراجعه کنن، چون درمان دارویی واقعا بعضی موقع جوابگو نیست. درسته. ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم هر چه زودتر خوب زنده باشید. ممنون خانم دکتر.